You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love, love that lasts. In the past I messed up, gave too much. What is it with time? Why can't we unwind? And all the hurt we deal with, I wanna leave my cares behind. And now that time has passed, I see why we are lonely. Ooh, should've let me speed it up. You could've had more of me. And now that time has passed, I see why we were lonely. سلام، چطورین؟ خیلی خوش اومدید به یه قسمت جدید. همین که میبینین من شبیه لاک پشتای نینجا شدم. اینه که ساعت 5:35 است و من دقیقاً 5:15 جلسه هم تموم شده و میخوام ورزش کنم. خب قبل از اینکه بخوام ورزش کنم میخواستم براتون یه ویدیو بگیرم. شاید بیان بگید عجب دختری، به به، کار میکنه، ورزش میکنه. حالا شاید هم نگید، نمیدونم، ولی میخواستم اتفاقا در مورد همین ورزش کردنه با تو صحبت بکنم. یه آدم بد اخلاق داریم، با همونم اصلا حرف نمیزنه. یه آدم چیزم داریم، بد قلق. من کجا باید بدارم؟ خیلی بد قلقی. ورزشکارمون اومده چیز بخره، پروتئین بخره. اینو میخوری؟ چند؟ گرونه. خوب قیمتش. حالا اینا رو که نگاه کن زده 2000. این بزرگترش 5. این موزی نمیخوره. با هم بریم ببینیم که وسایل ورزش با بدنسازی توی خونه چجوریه. شاید من بخرم، منتها کجا باید پیدا کنم. یه دونه چادر بود، عاشقش شده بودم اینهاش. عاشق این چادر شده بودم که اینجاش یه حالت بالکن تور داره، میشینی بیرون، بارونی چیزی بیاد و توشم که اینجوریه. قشنگ فکر کنم 4 نفر میتونن بخوابن. $12,000 تا. خیلی دوستش دارم. گفتم ببینم که یک که فکر کنم خیلی سبکه، یک سبکه، نمیدونم، اینو تست کنیم ببینیم. یکم بعدی نکنیم، باز نداره، ببینیم چجوریه. من که 2 استفاده میکنم فکر میکنم شاید 1 هم خوب باشه. یه دونه از این کشا باید بخرم که این الان باید ببینم کدومش چقدر سفته. ورزشکاران اومدن دکتلون رو بار زدن. من خریدم که تشویق شم.
جایزه هنوز هیچ کاری نکرده. البته یه ماهی هست ازش. هنوز هیچ کاری نکرده. جایزه ایشون که دور و رکورد خودشو که زد رفت برای خودش کفش سفارش داد. برده که انگلیسیه. خوب نگه میداره. همچه خوبم نگه نمیداره. حسین خوب سر به بیابون گذاشت. خریدای دکتنو یارو چقدر بد حدسه کرد. یه طناب ابراهیم خریده که من فکر میکردم خیلی سرم خیلی خوب میتونم طناب بزنم، ولی واقعا افتضاح بود. یه مت دنبلام 2 کیلویی بود، سنگین بود. اینو گرفتم، کش گرفتم و توپ. چون توپ نداشتم از این استفاده میکردم. یه دونه عروسک اینجوری بود، از این به عنوان توپ استفاده میکردم که الان توپ هم خریدم به امید اینکه تشویق بشیم دیگه حسابی ورزش کنیم. امروز هوا بارونیه. من از صبح دلم میخواست برم بیرون و نمیشد. به خاطر همین که نشد تصمیم گرفتم که بیام متمو بندازم توی بالکن و توی بالکن ورزش کنم. خلاص ورزش کردن خیلی ترنده. خب یعنی الان باشگاه بری ورزش بکنی، رژیم بگیری، سالاد بخوری، روتین اینجوری داشته باشی، خیلی الان همه دارن این کار انجام میدن و اگه تو ورزش نکنی آدم بدی هستی. اگر تو ورزش نکنی یعنی که خودتو دوست نداری، یعنی به خودت نمیرسی، یعنی عقبی از بقیه، از تمام کارهایی که دیگری داره انجام میده عقبی. و چیزی که پیش میاد اینه که من میخوام یه واقعیتی رو بهتون بگم، یه واقعیتی که نمیدونم شاید کسی تا حالا نگفته باشه، ولی من دوست داشتم که بهتون بگم و بابتش هم اصلا خجالت نمیکشم. ببین آدم ها توی سوشال مدیا، توی هر شبکه مجازی خیلی بیشتر دارن لایف استایلشون رو نشون میدن و شاید این تو ذهن ما پیش بیاد که ما خیلی عقبیم. مردم خیلی کار میکنن، به خودشون میرسن، ورزش میکنن، سفر میرن، مهمونی میرن و چرا من اینجوری نیستم؟ شاید این سوال براتون پیش اومده باشه که چرا برای من این اتفاق نمیافته؟ چرا من نمیتونم اینجوری زندگی کنم؟ چرا من نه؟ کلاً در مورد ورزش هم همینه. یعنی میبینی که خیلی این قضیه توی لایف استایل آدم ها وارد شده. چه عالی، دمشون گرم. یعنی اتفاق خوبیه. چقدر خوب که ما بتونیم به سلامتیمون برسیم و یه لایف استایل خوب داشته باشیم. و این سوالیه که منم خیلی وقت توی یه سری چیزا خودم پرسیدم، این که
چقدر باحال چطور آدم ها میتونن که یک روتین ورزشی داشته باشن و چطور میتونن که خودشون رو به اون روتین ورزشی پایبند نگه دارن. چیزی که سالها خودم باهاش درگیر بودم، یعنی بیشتر از 10 ساله که من هی رفتم ورزش اومدم و هی ول شده و هیچ وقت این نشد جز یک روتینی از زندگی من. تا اینکه من اومدم در مورد این داستان با تراپیستم صحبت کردم، یعنی بهش گفتم که من احساس میکنم ورزش کردن برای من خیلی سخته و من نمیتونم روی اون اصول، روی اون روتینه بمونم و این خیلی منو ناراحت میکنه. و این دقیقاً همون نکته‌ایه که من بهتون میگم شاید خیلی ها نگن. من واقعاً به زور ورزش میکردم، یعنی واقعاً فقط میخواستم این که شروع میشه کی تموم میشه من برم سراغ زندگیم. و هر لحظه اینجوری بودم که یعنی اون ارتباط شکل نمیگرفت. قبلا باشگاه هم میرفتم، توی خونم ورزش میکردم، کاری به اون ورزش های گروهی ندارم، چون من زمانی که دبیرستان بودم به شدت والیبال بازی کردن رو دوست داشتم و انقدر توی مدرسه بازی میکردم که این ساعد دستم دیگه کبود میشد، انقدر سرویس و اینا میزدیم. اون ورزش هایی که گروهیه که آدم ها با هم تیم میشن و اینا اصلا یه چیز دیگه، ولی اینکه تو بتونی به تنهایی خود ورزش کنی، بری بدوی، نمیدونم بری باشگاه، بری هر کاری که تو بگی به تنهایی بدون اینکه من نیاز به یک کسی داشته باشم میتونم انجامش بدم، همیشه سالها برای من چالش بود و من واقعا احساس میکردم که یک چیزی در من مشکل داره، من یک مشکلی دارم که نمیتونم خودم رو متعهد به انجام یک کاری بکنم و بابتش همیشه ناراضی بودم. یعنی به خاطر همین من یه برهه‌های زمانی هی ورزش کردم نکردم. که بخوام خیلی خلاصه و کوتاه بگم، چون این برای من شاید اصلا برای شما جواب نده، شاید اصلا مشکل شما رو حل نکنه، ولی چیزی که من وقتی با تراپیستم صحبت کردم بهم گفت این بود که انگار من اینکه کسی یا چیزی برای من تعیین کنه که تو از این ساعت تا این ساعت باید این کار رو انجام بدی، این چیزی نیستش که مغز تو و روان تو بتونه اینو قبول کنه. یعنی انگار یک کسی بیاد برای این مقدار از زمان تو تصمیم بگیره، مثل کلاس درس، مثل ورزش، مثل هر چیز دیگه ای. و چون این چیزی نیستش که تو دوستش داشته باشی، زمانی که میخوای اونو شروع کنی فقط منتظر ببینی که تموم میشه. و دینگ، این یه نکته خیلی مهم بود. یعنی این وقتی بست میدی به کل کاراکتر، به لایف استایل، به مدلی که من اصلا زندگی میکنم، میبینی که واو چقدر این شبیه منه و من اینو چرا نمیدونستم. و دقیقاً وقتی ما این صحبت رو کردیم، این باعث شد که من اصلا با یک نگرش دیگه ای بخوام به ورزش نگاه کنم. یعنی اصلا دیدگاه هم نسبت بهش عوض شد. با علم به این که من یک همچین کاراکتری دارم، حالا با این کاراکتر من چجوری میتونم یک همچین چیزی رو وارد زندگیم کنم. خلاصه اینو خواستم بهتون بگم، خودتون رو با هیچ کس مقایسه نکنید. شما شبیه هیچ کس نیستید. میدونم شاید کلیشه‌ای به نظر بیاد، شاید خیلی آدما اینو میگن، ولی من دارم اینو بهتون میگم که من خودم یک آدمی بودم که نمیتونستم این کار رو انجام بدم و از گفتنش هم خجالت نمیکشم. و اینو خواستم بهتون بگم که شاید شما هم اینجوری باشین، شاید شما هم نتونید ورزش کنید، شاید میرید ورزش میکنید نتیجه نمیگیرید و هزار تا چیز دیگه، حالا نه فقط ورزش، خیلی چیزای دیگه. اینه که برید اون دلیل رو تو خودتون پیدا کنید، تو کاراکترتون ببینید چی هست، چرا به شما جواب نمیده، چرا شما نمیتونید باش ارتباط بگیرید و هزار و یک چرای دیگه. و من همیشه یه اصلی دارم، اونم اینه که خودم رو با خودم مقایسه میکنم، یعنی اون چیزی که بودم و اون چیزی که هستم. یعنی همین که من یک هفته است که استمرار ورزشم رو نگه داشتم، یعنی عالیه. این که بقیه چطور ورزش میکنن اصلا برام مهم نیست. من فقط دارم اینو میبینم که از 6 شهریور که این دوره جدید شروع شده تا امروز من به روتینم پایبند بودم.
همین، مراقب خودتون باشین. خدافظ.